این مشارکت ما در جریان چندین سال آغاز به انتقال کامل به سوی افغانها نموده است. قسمی که ما مردم افغانستان آغاز به اخذ کنترل قوای هوایی ما را از همکاران نیروهای ائتلاف ما نموده ایم. ما یک جا با خواهران و برادران ما در قوای مسلح زندگی مبارزه نموده و آنها را تحت آموزش خود قرار داده ایم. و فعلا ما آماده با آغاز مرحله نهایی کنترل سرنوشت خود هستیم. با همکاری مشاورین ما از قماندانی تعلیمات هوایی ناتو در افغانستان هر روز یک پیروزی جدید را به ما به بار می آورد. با وسیله حمایت مداوم آنها به صورت مشترک ما یک فرصتی برای ساخت یک قوای هوایی جدید را داریم. قوای هوایی خودمان.